سلام دوستان. تو پژو و یک سری ماشین هایی که مربوط به جنرال موتورز مثل دیوو و اوپل و یه سری از ماشین های ژاپنی یه قطعی داریم به این صورت که در اصطلاح ما به این میگیم سشواری. حالا کار این چیه؟ کار اینه که وقتی هوای ورودی با سرعت وارد میشه یه حالت گردباد ایجاد میکنه و اجرام سنگین با نیروی گریز از مرکز از هوا خارج میشه و همین اجرام سنگین میرزه به این قسمت که پایین وای میسه و آب و اجرام اضافه از این پایین بریزه بیرون که داخل هواکش نره و فیلتر کثیف نشه. حالا یه سری اومدن اینو گذاشتن جلوی دریچه گاز که به حساب شتاب بیشتر میشه. نه عزیز من، با این کار هیچ موقع شتاب که بیشتر نمیشه، هیچی، تازه کمتر میشه. تا با این کار شما یه تلاطمی ایجاد کردید داخل منیفول سر که باعث بدکار کردن مپ سنسور و مت سنسور میشه. با تشکر.